امروز بعضی مادری ما نماز یک طرف بیستن، از سحر تا بیگه در کوچه به کوچه رایان میگذرن. از مردا در کوچه ها زنا بسیار هستند. بزرگا گفتیان که بزرگای تاجیکامون گر هست تو را هوای مردی بر سر، بیرون مگذار ایال خود از خانه بدر. شاخه که از سر دیوار برون آرد و سر، از میوه او طمع کند هر ره گذر. عایشه مادرمان از مرده ها شرمی داشت، وقتی درون قبری پیغمبر گرامی اسلام هجرش که داخل بشه زیارت، در سرش حجاب میکرد. حضرت پیغمبر خدا خواب بود، حضرت عمر خواب بود، حضرت ابوبکر خواب بود، حجاب کرده می درآمد. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا تو پیشتر حجاب نمی کردی، امروز حجاب کردیم؟ میگفت که من از عمر شرم دارم، پیشتر پیغمبر خدا شوهرم بود، نکاح بریده نمی شود، و حضرت ابوبکر پدر جانم بود، لکن عمر برای من خویش تبار نیست، از عمر شرم دارم. شاگرداش میگفتن که آخر این در تگ خاک است، میگفت که از روح شرم دارم. امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمی دارد. در کوچه که میگذاری چشماش به مثل سویتفار نگاه میکنم، مرو میانیمه که بکنم او رویش انیمه نمی کند. این سبب چی است؟ سبب بیناموسی. مردها بیناموس شدن، زناشون را تربیت کرده نمی توانند. امروز چی بلازد است این مردمی تاجیک که فقط خانه انداز، دیتجه خانه انداز، ماشینی مکسیما بگی، ماشینی مرسیدس بگی. بچهش از راستی تلفن میکنم، خب دادا جان چی کمبودی داری؟ بچم دلار ندارم. آخ خدا خاک در سرت، نمیگی بچم بیا زن در کوچه گشت است، سطر ندارد، دختر یوبکه میپوشد، در کوچه های بازار کویبش میگردد، بیا دختر تا صاحب شو، بیا زن تا صاحب شو، از پولتم بیزارم، از دلارتم بیزارم. این گپ ماندگی بچم حاضر نیا. همسایه ماشین گرفت تا پولی ماشین کار نکردی؟ نیا. همسایه دو احتاج خانه انداخت تا پولی همو راهی نکردی؟ نیا. روزی میشه بیچاره که از دنیا میگذره، خانهش این سرش میماند. فقط در عذاب روز قیامت به این کمبوتی مان، به این کیلونامان بی ستر، به این دخترامان بی ستر در این کوچه گشتشون ما چی کار میکرده باشیم؟ امروز تا دخترامان گوشبار طلا نباشن، دیوان نباشه، ما قرآن فراموش کردیم، حجاب فراموش کردیم. پدران عزیز دختر تا قرآن بوده، حجاب پوشانشه، بگو دختر جان خدا خدا برکت یاد. جوان عزیز وقتی به ناموسی آمده است، وقتی آمده است که مسلمانی تو آشکار بکن، زنی مسلمان بگی، در زنگیریت خطا نکن، از خانه بای نگی. خسرون بای گفته ماشین میخره تا زن تا آوردن خسرت میگیره یا سود میکنن یا خداوند میزنش در یک کارش، میبینی که به پول شد. دختری مسلمان بگی خدا برکتت میکرد. و طبق فرموده رسول اکرم زن از 4 جهت نکاح کرده میشد، فعلیک بدینها تربت یدا. پیغمبر خدا میگه دیندار بگی تو را خداوند آبرو میده.